شعر جذاب او شعر همزمان تاجیک را با شعر ناب هزار ساله پیوند جاودانه بخشید. زبان بای و پرغناوت و پاکی دری و تاجیکی را جایگزینش کرد. سبک خراسانی رودکی و فردوسی را جلای و توانمندی دیگر بخشید. این حرفا به شاعر شیرین سخن شعر لایق شعرعلی تعلق دارد که قدمجویش زیارت نوبتی برنامه قدمجاست. استاد لایق شعرعلی 20 می سال 1941 در همین دهه یعنی دهه مزار شریف به دنیا آمده است. لباس‌هایی که ما بعد از ساختن اتاقخانه در اینجا برنامه‌اش گذاشتیم، نمونه لباس‌هایی که خودشان می‌پوشیدند و لباس‌هایی که از دیگر طرف تحفه شده است. من در اینجا طاقی، دستپاکن، لباس‌های کاستوم، بلوز و همه اینها لباس‌های خودشان و ظرف‌هایی که در اینجا گذاشته شده است به مناسبت 60 سالگی روز تولدشان که سال 2001 20 می جشن گرفته شده بود از طرف حکومت ولایت، از طرف حکومت شهر و از طرف حکومت جمهوری به اینجا همچون تحفه فرستاده شده است. غیر از این در اینجا شما چند نمونه از لباس‌های قرقیدی را می‌بینید که این در 50 سالگی روز تولدشان در دوشنبه در کاخ باربد جشن گرفته بودیم. در همینجا یکی از شاعران مشهور قرقیز عمر سلطانوف یگانه از آسیای مرکزی به همجا اشتراک کرده بود. یک جیلق، کلاه و همچنین آنجا تازیانق را در همون صحنه در تالار همون صحنه تحفه کرده بودند. همچنین باز بعدا تاقی و دیگر چیزهای وی که من در اینجا میبینید این از خیلم از طرف جنوب بعد وی پامیری دخت پامیری بعد در اینجا نمونه پاهدالشان آوردگی. این جامدانی که میبینید این جامدان دوره و دانشجویشان است که با همین جامدان هم من و هم استاد لایق هم آموزشگاه آموزگاری را ختم کردیم و هم دانشکده آموزگاری را در شهر دوشنبه استاد لایق تمام کردند. همین جامدان دو جامدان تاریخی است. استاد لایق یک خصلت داشتن که ادخوردی به هر یک چیز جواب‌های عجایب میدادن، خصوصا جواب‌های شاعرانه میدادن یا سخنی میگفتن که همتالان اونقدر گفتن نمیتوانید. مثلا زمستان‌های پیشتر به طور خنک بود، بعد قریب که در خانه‌ها علاب نبود، پیچکه نبود، رودای آفتاب رو آدم‌ها برآمده آفتاب رو وشته گرم می‌شدن. بعد باری استاد لایق طرف پدرم دادا چه به همین مردم بیکار شدن، یک بیل می کلم گفته همین کوه‌های نمیکنن که آفتاب نختر رسد و نختر کار شود. پدرم گفتن که اینا آینده کار شما، از دست ما این کارا نمی آید. لایق شخصی بود به نهایت انسان بزرگ و درباره او سخن گفتن هم خیلی مشکل است و هم خیلی آسان است، برای اینکه او بسیار ساده هم بود. در زندگی او به نهایت یک شخصیتی ساده، بسیار شخصی زمینی، بسیار یک شخصی که با همه قریب که یک خیل بود و به هر کجای می رفت چی تعریف خودش مگر هر کجایی که می رفتم در آنجا سرود می آوردم، شادی می آوردم برای مردم و چون به خانه هم می آمد همیشه به خانه هم یک فرح و شادی گرفته می آورد. وقتی اگر بسیار خسته شده باشد، بسیار مانده شده باشد، همیشه می آمد در عائله با فرزندانش در یک جا می نشست با آنها، بعضا شاهمات بازی میکرد، بعضا شعرخوانی هاشون گوش میکرد و بخصوص آرام با دختراش می نشست و بخصوص با صبا
сабоя бисёр дӯст медошт, мегуфт ки ин нусхаи модари ман аст ва ҳардушон сар ба сар мемонданду баъд бисёр ҳамин хел ором менишастанд. Мегуфт тамоми ғаму анду, тамоми хастагии ман мебарояд агар ман дар байни шумо бошам. баъзан онҳоро рақс медаровард. мегуфт ки ягон мусиқии бисёр фора мон аз сурудҳои ҷӯйрабек муродова дӯст медошт, сурудҳои муродбек насриддинова дӯст медошт, сурудҳои афзалшоҳ мемонду. баъд мегуфт ки акун шумо рақс кунед, ман камтар хурсандӣ кунам. дар хона агар ки меомад ҳамеша шодӣ буд, хурсандӣ буд, фараҳ. در اینجا نمونه حجت‌هایی که اویدی لابریت مکافات دولت‌های آسیا و آفریقا جایزه و نیلوفر همه حجت جای گیرد. بعد از آن در اینجا ساعت دستشان همچون نمونه گذاشته شده است که ساعت مخصوص خودشان بود. بعد شناسنامه دیپلماتی در اینجا گذاشته شده است. در این طرف اعلاچه معارف خلق و اینچنین لوریت جایزه دولتی به نام عبدالله که استاد لایق به این سزاوار شده بودند گذاشته شده است. در اینجا نشان وتران مهنت. این حجت‌هایی که می‌بینید این نمونه نبض آخرینشان که کاردیوگرام کرده شده است و در اینجا نسخه اصل خطشان، همون نسخه اصل خطشان در اینجا همچون نمونه آورده شده. من این کتاب‌هایی که از طرف ادیبان همکارشان تحفه شده است و هم عجایبش این که من این رادیولا سال خانه‌داریشان سال 1966 خانه‌دارشویشان یک گروه ادیبان خوجند تحفه کرده بودند. در توی عروسی دامادشان تحفه کرده بودند. تا حالی همه استفاده برده نشده است و آورده همینجا مانده. هر کوه وطن سری بلندی توی ماست، هر سنگ وطن بسان هیکل زیباست. عالم همه جا عزیز لیکن ما را مادر یکتاست، تاجیکستان یکتاست. لایق با گریه‌هایش رفت. چهره شادش پژمرده شده بود. لایق محفل را دیگر در محفل دیده نمیشد. گویا انتظار فرجامش را داشت و میگفت علای عصر 21 عجب نیست که آغازت بود انجام لایق. لایق شیرالی ماه یونی سال 2000 از دنیا درگذشت و در برنده روچاب به خاک سپرده شد.